سلام دوست عزیز. من یک سوال ذهنی دارم از شما. چطور میتونم که $2 به $140 تبدیل کنم؟ من خود جوابش نفهمیدم، اما استاد از در کنارم میشه که استاد میشه جواب بدی که چطور میتونم $2 به $140 تبدیل کنم؟ اگر اخلاص داشته باشی $2 به 1400 تبدیل میشه، چون الله متعال نظر و اخلاص انسان 700 برابر اجر و پاداش میتونی. اگه تو در راه الله متعال $2 مصرف کنی با اخلاص در ماه مبارک رمضان، تا 700 برابر اجر و پاداش داره. یعنی دوره 700 ضرب دو کنی میشه 1400. و اگر طبق عادی معمول باشه، الله متعال در ماه مبارک رمضان یک عمل انسان 70 برابر اجر میده، یعنی از 70 شروع تا 700. اگر با اخلاص مصرف کنین، بدین معنی است که 1400 اجر پاداش داره. دوستان عزیز، با $2 شما میتونین که یک افطاری بر نیازمندا توزیع کنین انشالله. و ما در مثال مثل سایر سالهای گذشته ما توزیع افطاری داریم در ولایت‌های مختلف. فقط با $2 یک پکیج مواد غذایی برای افطار.